میگویند این 3 نفر عیاش ابن ابی ربیع که برادر ابو جهل لعین بود از طرف مادری، ولید ابن ولید که برادر خالد ابن ولید بود و میداند پدرش از رؤوس مشرکان بود، و سلمه ابن هشام که این هم از برادر ابو جهل بود. این 3 نفر اسلام می آورند و بعد که اینها اسلام می آورند مشرکین نمی گذارند که اینها بیایند به کجا؟ به مدینه، و اینها رو بسته میمونند. گرسنه و تشنه عذاب میدهند. و پیامبر در نماز خفتن بعد از 4 رکعت همیشه این دعا رو میکنند که خدایا نجات ده ولید ابن ولید رو، خداوند نجات سلمه رو، و خداوند نجات عیاش رو، و خدایا خدا نجات تمام بیچارگان از مؤمنان رو، و خداوند این مدر یعنی قریش که این عذاب مشقت رو بالای مسلمان ها می آورند، خداوند به اینها عقوبتت رو، عذابت رو سخت کن، و همان گونه که در قوم یوسف خشکی و سختی بود بالای اینها هم آن خشکی و آن گرسنگی را بیاور. و سبحان الله این دعاهای پیامبر اشاره بر آن میکند که زمانی که از حد ظلم گذشت، خدایا این ظالم را نابود کن، خداوند جزای این را تیزتر بده، خدایا بیچارگانی که در دست این ظالمان در عذابند خودت نجات دهگویان دعا کردن، آن هم در نماز فریضه. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم در ویتر نه، در 4 رکعت نماز خفتن در فرض حتی بعد از رکوع این دعا را کردند و بعدا اینها الحمدلله نجات مییابند و چگونه که میدانید خداوند مشرکان را همه را نابود میکند. و این چنین حدیث دیگر هست که پیامبر از انس ابن مالک روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا 70 نفر از بهترین قاری ها، از بهترین انسان های صالح را به قبیله های اطراف میفرستند، به اسیه و دیگرها، که اینها به جای اینکه دعوت آنها را پذیرند خائنی میکنند و گردن میزنند، 70 نفر رو میکشند. و حضرت انس میگویند این وزمینترین سختترین روزها بود برای پیامبر که پیامبر 1 ماه کامل در نماز بامداد، یعنی در فرض نماز بامداد برای این گروه دعا کردند که خداوند اینها را لعنت کن و بالای اینها عذاب بیاور. برای آنکه اینها چیکار کردند؟ اینها این طایفه بهترین ما رو آن هم با فریب کشتن. یعنی پیامبر در روزهای سخت، در حالتهای عذاب، در نماز فرض حتی چیکار میکردن؟ دعا میکردن.